همونطور که در جریانی من بعد از 12 روز جنگ اسرائیل و ایران دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. 3 روز از آتش بس گذشته. میتونم بگم که این 12 روز سخت‌تر از همه دوران‌هایی بود که تو زندگیم فکر میکردم سخته. ما دیروز تازه برگشتیم خونمون. ما 14 روز خونه نبودیم. خدا رو شکر که خونه سالم بود، وسایل همه چی اوکی بود، ولی خب متاسفانه بودن آدمایی که زندگیشون داغون شده، عزیز از دست دادن، عزیزای بیگناه، باعث تأسف و ناراحتیه. خیلی برای من از یک جهت‌های دیگه هم سخت بود این که خب من یه گربه مریض دارم که هر جایی نمیتونم ببرمش، نباید استرس بهش وارد بشه و یه داروی خیلی گرون و میتونیم بگیم که همیشه در دسترس نیست، ولی چون یه داروی خاصه خیلی بر من سخت بود که این دارو رو پیدا کنم. من دیروز که داشتیم برمیگشتیم یه پست گذاشتم و گفتم که میخوام فعلا فعالیتم اونجا متوقف کنم، یه مدتی نباشم و اگر که کار بخوام بکنم اینجا هستم، تو یوتیوب هستم. من شغلم همونطور که میدونین تولید کننده محتوای تصویری میسازم، عکاسی، ویدیو میسازم. این خیلی ممکنه من پیشنهاد کاری داشته باشم که وقتی که اینستاگراممو میبندم آدما نتونن با من ارتباط برقرار کنن. خلاصه اگر شما اون آدمی هستین که میخواین با من کار کنین، میتونین توی صفحه من واتساپمو اد کردم، اونجا بهم پیام بدین. و کلا فشار همه چیز برام خیلی زیاد، فشار همه چیز، یعنی نه فقط اینستاگرام، ولی اینجا چون شکلش فرق میکنه ترجیح دادم که اینجا باشم و اینجا با هم ارتباط داشته باشیم. مثلا چیزای عجیبی میدیدم از خودم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم بدنم اینقدر در مقابل اضطراب تحت کنترل من نباشه. توی این مدت اینقدر در اذیت بودم که تمام روتینامو گذاشته بودم کنار. یعنی شما میدونین که من سال هاست مینویسم، خیلی ساله واقعا، فکر میکنم بیشتر از 6 ساله که من دارم هر روز مینویسم و نتونستم. چرا یک روز فقط تونستم، اونا فکر کنم روز 10 یا روز 9 بود، نمیتونستم هیچ کاری، هیچ روتینیمو انجام بدم و خیلی سخت بود دیگه. وقتی برمیگردی تازه میفهمی که روتین چقدر قدرت داره، روتین چقدر به تو احساس آرامش میده. الان که اینجا هستم حالم بهتره، خیلی بهترم و امیدوارم که یعنی اون چیزی که میفهمم و برداشت میکنم اینه که اون آدمایی، ما دیگه آدمهای قبل از این 12 روز نیستیم. جنگ چهره زیبایی نداره. هیچ چیز خوبی در جنگ نیست. جنگ همه چیز رو تغییر میده. معنی کلمات، اتفاقات، آدم‌ها، دوستی‌ها و از همه مهمتر خودت رو. جنگ آدم‌ها رو تغییر میده. دوستای واقعی تو بهت نشون میده و نقاب از چهره آدمای زیادی برمی‌داره. معنی امید و ناامیدی رو روزانه 1000 بار برات عوض میکنه و تو رو به درک تازه‌ای از خودت و ترس‌هات میرسونه. جنگ معنی زندگی رو برای من تغییر داد. فارغ از نتیجه سیاسی و اجتماعیش و نظر من در مورد اینها، جنگ ارزش زندگی رو برای من بیشتر کرده. جنگ دردناک بود. منو با از دست دادن تمام چیزی که در زندگی دارم تهدید می‌کرد. اما من دوباره اینجام، وسط زندگی، و به نظرم ذات زندگی از دیکتاتورها قوی تره. حداقل زندگی قدرت پوشالی نداره. چشم در چشمت نگاه میکنه و بهت دستور میده تا آخرین لحظه زندگی کنی. پس اگه مرگ قراره یهو سرزده از راه برسه، چه بهتر که اونقدر خوب زندگی کرده باشم که راحت همه چیز رو رها کنم.
این کتابا رو آوردم که با هم راجع بهشون حرف بزنیم. یه مدت خیلی زیادیه، سال هاست کتاب‌هایی میخونم که خب خیلی مثلا کتابای ساده‌ای شاید نباشن، کتابایی که یه ذره اذیتم میکنن، حالا چه به لحاظ فلسفی اذیتم میکنن یا به لحاظ حتی اگه مثلا راجع به کارم و تخصصم که تصویر و هنر مثلا میخونم یه جور دیگه درگیرم میکنن. خلاصه که کتاب‌هایی میخوندم که ذهنم رو خیلی درگیر میکرد. کاری که کردم این بود که اومدم یه سری کتاب سفارش دادم، کتابایی که معمولاً اگر که برم کتاب فروشی اینها رو نمیخرم، یعنی فکر میکنم خب اینا یه سری داستان سادن، ولی با خودم اینطوری بودم که تو باید اصلا میخوام یه مدت کتابای ساده بخونم، کتاب خیلی ساده‌ای که نخواد فلسفی باشه، که داستان خیلی معمولی باشه. استارتش با این کتاب خورد روزها در کتاب فروشی موریساکی. چرا خریدمش؟ به خاطر اینکه یعنی اون روزی که رفتم کتاب فروشی چند ماه پیش این گربه سیاهه رو این بالا دیدم و خیلی ازش خوشم اومد و وقتی رفته بودم وقتی خوندمش خیلی کتاب روون و ساده‌ای بوده و مثلا واقعا قبل خواب میخوندی نازنازی و اینا، خیلی حال کردم. شروع کردم کتابای اون شکلی سفارش دادن. یکیشون این کتابه برایتان گربه تجویز میکنین. عاشق گربه هم هستم، احساس کردم هرچی کتاب گربه یه دوست دارم بخرم. تا اینجاشو من الان خوندم، تقریبا اینقدرشو خوندم. کتاب جالب و با مزه، واقعا با مزه است، خوندنشو دوست داشتم. توی دوران جنگ تو مدت من این کتاب اینو آوردم بهتون نشون بدم، یه کتاب کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم. کلا این نویسنده تیکه تیکه خونده بودم، آخرش مونده بود که توی این مدت خوندمش. نمیدونم که اذیت هم کرد ولی دوست داشتم که بخونمش، ولی خب اذیت هم کرد روزای جنگ که خوندم اینو. توی کتابایی که سفارش داده بودم این کتابو شروع کردم، فکر کنم تا 2 تا بخشش رو خوندم، اصلا خوشم نیامد و همون لحظه گذاشتمش کنار. و کتاب ضیافت اشباح، کتاب ضیافت اشباح اونم داستانه. من حس کردم که الان وقتش نیست که این کتابو بخونم. کتاب خوبیه، از نشر خوبم هست، ولی فکر کردم الان وقتش نیست. اما محبوب ترین کتابی که خوندم این کتابو موقعی که داشتم حالا سرچ میکردم و اینا دیدم این کتابو زده بود که رده سنیش مال نوجواناست و از اونجایی که من در نوجوانی کتاب نمیخوندم، مجله میخوندم، حس کردم شاید الان اصلا اوکی باشه برگردم چیزایی که بعد اون موقع میخوندم و الان بخونم. دالرگاد، فروشگاه بزرگ رویا فروشی. انقدر دوستش داشتم، انقدر شیرین، انقدر قشنگ بود. هر شب که میخوندمش انگار دارم یک اپیزود از یه انیمیشن رو میبینم. راجع به یک فروشگاهه که آدما وقتی میخوابن به محض اینکه میخوابن وارد اون خیابون میشن و میرن از مغازه های مختلف خواب میخرن، یعنی در واقع رویا میخرن و طبقه های مختلفی داره و تو هر طبقه خواب های متفاوتی هست. نمیدونم خوابای تخیلی داریم، برای حیوونا خواب داریم، مثلا حیوونا خواب با صاحباشون میبینن. نمیدونم اینکه چطوری پول پرداخت میکنن برای خریدن این خواب ها، مثلا تپش قلب بعد از اینکه از خواب بیدار میشن تپش قلبشون یک واحد پول، مثلا یه جوری حالت شبیه پوله. برای هر کدوم از تجربه هایی که ما توی خواب داریم، مثل دژاوو، مثل اینکه خواب مرده ها رو میبینیم، برای همه اینا یه داستانی تعریف میکنه. اینا چیزایی بود که این مدت من خریدم و حالا خوندم و اینا. شما جدیدن چی خوندین؟ چی خریدین؟ و برام بگید که در حال مطالعه چه چیزی هستین.